با نخستین نشر برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی در سال نو 2024 خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. امروز 2 ینور در برنامه این گزارش ها را داریم. محاکمه دادگاهی گمانبران در قتل بانکدار شناخته تاجیک آغاز یافت، ولی پس درهای بسته جریان دارد. سال 2024 هم وضع در خاور میانه ناامن میماند. بنیامین نتانیاهو گفت جنگ در غزه ماه‌ها ادامه خواهد کرد. و نرخ گاز مایع تا 1.5 سومانی ارزانتر شده است، ولی مسافران شکایت دارند که ارزش راهگیری به تغییر ماند. حاضر 6.70 заправка кадисему 2 هفته پیش 8 сум بود. شروع میکنیم از یک خبر. دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه متهمان قتل شهرت اسمت‌الله‌یف معاون سابق رئیس اوریون بانک سر کرده است. با اطلاع دریافتی مرافعه در بازداشت‌های موقتی و پس درهای بسته جریان دارد. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یکی از آنها دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشادی اس بی است که در گذشته در وزارت امور داخلی کار میکرد. پیوندان یکی از متهمان به شرط ذکر نشدن نامش روز 2 ینور به رادیوی آزادی گفت مرافعه اول 25 دکبر گذشت. حالا همان ادامه دارد و تنها به وکیلان مدافع اجازه شرکت دادند. دادگاه عالی تاجیکستان در این باره رسما شرح نداده است. پیشتر از این از یپلیوس نوشته بود که با پرونده مهری مخفی گذاشتند. دادستانی پرونده گمانبران را ماه نوامبر به دادگاه عالی فرستاده است. ربودن و قتل شهرت اسمت‌الله‌یف معاون اول رئیس اوریون بانک، یکی از بانک‌های مربوط به اطرافیان رئیس جمهور تاجیکستان، از قضیه‌های پرسر و صدا در سال 2023 بود. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. نرخ گاز مایع که طی یک ماه گذشته در تاجیکستان گران شده بود، دیگر باره پایین رفته است. چون همیشه برابر بالا رفتن نرخ گاز که بیشتر رانندگان در کشور از آن استفاده میبرند، ارزش راهگیری هم قیمت‌تر شده بود. حالا این سوال مطرح است که چرا با ارزان شدن نرخ گاز راهگیری به تغییر ماند؟ همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این باره با چند نفر صحبت کردند. پایین آمدن قیمت گاز مایع، یکی از مواد سوخت سر استفاده در تاجیکستان، به خصوص رانندگان را خوشحال کرده است. در 3 هفته گذشته قیمت 1 لیتر گاز مایع تا 1.5 سومانی ارزانتر شده است. حاضر 6.70 заправка кадисему 2 هفته پیش 8 сум بود، 7.80 بود، تا 8 چند دقیقه بود، 8.40 بود، 8.60 بود. خیلی ارزان شده پیشنهاد. اسدالله راننده در شرکت خدمات تاکسی است. پس از بالا رفتن قیمت گاز هم شرکت‌های تاکسی راهگیری را بالا نبردند که به گفته رانندگان درآمد آنها را کم کرد. اما مثل همیشه با پایین آمدن قیمت گاز، راهگیری تاکسی‌های معروف با 3 سومانی پایین نآمده است. وقتی بنزین گاز قیمت چیت کو 7 کردن، نرخ فرمال 7 ایستو. هزینه 7 سومون بود، 10 کردن از گاز بنزین هم خیلی ارزون شیخ دوراشگر. این هیچ نمیز رزولتات نیست. با همون 10 رفته شده است. بسیارش پرسیدگیم. این خیلی این مود راه های پلاتید میکنیم. این خیلی گپی زیاد میزنم. سبب پایین شدن قیمت گاز مایع را در نقطه‌های فروش سوزشواری شهر نمی‌دهند، اما ظاهراً واردات بیشتر گاز مایع قیمت‌ها را پایین‌تر برده است. برنامه عضوخواری جهانی که وضع بازارهای تاجیکستان را مشاهده می‌کند، می‌گوید قیمت مواد سوخت در تاجیکستان در مقایسه با هفته‌های گذشته از 1 تا 3% کاهش یافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که قبلا سبب گرانشوی نرخ گاز مایع را به کاهش واردات آن ربط می‌دادند، گفتند که مسئله را دیرتر شرح می‌دهند. تقریبا 6 ماه پیش نرخ 1 لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3-4 سومانی بود. سپس نرخ با شدت بالا رفت تا 8 سومانی و 50 درم رسید. هر گونه تغییرات در قیمت مواد سوخت به خصوص گاز مایع به جیب مردم تاجیکستان ضربه سخت می‌زند، چون بعد هر بالاروی قیمت تمام دیگر مال و محصولات نیز افزایش می‌یابد. تاجیکستان اساساً از قزاقستان و روسیه محصولات نفتی و از جمله گاز مایع را وارد می‌کند. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل میگوید جنگ در باریکه غزه طولانی خواهد بود
و احتمال 1 سال دوام خواهد کرد. پیشتر مقامات اسرائیلی میگفتند که برای نابودی گروه حماس در غزه چند ماه لازم است. اظهارات مقامات اسرائیل بیانگر آن است که سال 2024 نیز وضع در منطقه ناامن باقی میماند. تفصیلات در گزارش همکارم مومن احمدی. با نشر چند نواری که سربازان اسرائیلی برداشتند، وزارت دفاع اسرائیل میگوید با گروه حماس در مرکز شهر خان یونس غزه جنگ دارند. صدای امریکا مستقلانه نمیتواند درستی این حرفها را دقیق کند. این آخرین خبر از جنگ در غزه است که پس از حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته به اسرائیل که در پی آن 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان برده شد آغاز گردید. وزارت تندرستی زیر نظارت حماس میگوید در حمله های اسرائیل بیش از 21,000 ساکنان عادی غزه کشته شدند. صدای جامعه جهانی برای آتش‌بس در غزه بیشتر صدا می‌دهد. جو بایدن پرزیدنت امریکا به فشارها برای قطع جنگ در غزه تن نداد و برای ادامه جنگ بیشتر با اسرائیل هم نظر است. بنیامین نتانیاهو در آخرین صحبت خود با رسانه‌ها گفت که جنگ در غزه در اوج است و ماه‌ها آن ادامه خواهد یافت. او بار دیگر گفت ایران در پی ناامن کردن منطقه است. ایران از حوثی‌های یمن که حکومت را در دست دارند و آنها را امریکا تروریستی می‌داند پشتیبانی می‌کند. حوثی‌ها با اعلان پشتیبانی از حماس اعلان کردند که به کشتی‌های اسرائیل در بحر سرخ حمله می‌کنند. امریکا یک ائتلاف نظامی را برای حفظ کشتی‌ها در این منطقه تأسیس داده است. یک وکیل امریکایی از حزب جمهوری خواهان می‌گوید حکومت کنونی در پاسخ به عملهای ایران ترسویانه رفتار می‌کند. برای آنکه مشکل حل شود باید به عملیات در یمن فکر کرد که آنجا توانایی‌ها نگهداری می‌شوند، جایی که ایران کمک می‌کند تا به کشتی‌های تجارتی حمله کنند و ارتش امریکا را زیر خطر گذارد. مرکز فرماندهی امریکا اعلام کرد که به چند قایق حوثی‌های یمن که قصد حمله به کشتی‌های تجارتی را داشتند ضربه زده آنها را نابود کرده است. ارتش اسرائیل نیز این هفته ادعا کرد که در این سمت به موفقیت نائل شده است. صدای امریکا درستی این ادعا را مستقلانه نمیتواند تصدیق کند. در شرق غزه روز گذشته دود در آسمان پیچیده بود، جایی که اسرائیل محاصره کرده است. به نظر می رسد که در سال 2024 شمار قربانیان در سرزمین فلسطینیان بیشتر خواهد شد، جایی که اسرائیل هدف گذاشته است که گروه حماس را در صحنه جنگ نابود کند. با آغاز سال 2024 حالا رهبران کشورهای آسیای مرکزی در این اندیشند که چگونه از توجه زیاد قدرت‌های جهانی به آنها استفاده برند. بعد حمله روسیه به اوکراین، کشورهای غربی چین و امریکا هم سعی دارند با 5 کشور منطقه که اساساً در مدار روسیه میچرخند همکاری‌های نزدیکتر را به راه مانند. خیرامون بقازاده از تحلیلگران پرسید که سال 2024 برای آسیای مرکزی و همکاریش با قدرت‌های جهانی چگونه می شود؟ 35 جمع 1 یعنی آسیای مرکزی جمع 1. اسم این محفل شاید یکی از شناخته ترین جمع‌آمدهای پرزیدنتان منطقه گردید. ما شاهد ملاقات اول با پرزیدنت چین سی جین پین در چارچوب محفل آسیای مرکزی جمع 1 بودیم. بار نخست پرزیدنت جو بایدن ماه سپتامبر با پرزیدنتان همکارش در حاشیه مجمع کل سازمان ملل در نیویورک دیدار کرد. ما دیدیم که اولین جلسه رهبران شورای خلیج و آسیای مرکزی برپا شد. با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. با همتای آلمانیشان ملاقات کردند. دیدیم که پرزیدنتان دولت‌های دیگر به آسیای مرکزی سفر کردند. از فرانسه مکرون به قزاقستان و ازبکستان رفت. نقش دو قدرت رقیب چین و ایالات متحده آمریکا به باور ادوارد لیمن افزونتر می شود. از بس که حرکت به سمت انقلاب انرژی سبز است، یکی از هدفهای کلان دست کشیدن از گاز کربن می باشد. ضرورت به معدن می افزاید که در بنیاد ماشین‌های الکترونی استفاده می شوند.
اوران که برای انرژی اتمی استفاده می شود برای بسیاری از کشورها یک گزینه مهم می شود. دست کشیدن از انگیز در استحصال انرژی هم یکی از هدفها است. استحصال کننده کلانترین اوران در جهان کی است؟ قزاقستان. این واقعیت ها به باوری همصحبتان رادیو آزادی بیانگر برتری های منطقه در آینده می باشد. حالا مسئله مهم این است که تا کجا کشورهای آسیای مرکزی از این منفعت‌ها از توجه قدرت‌های دیگر جهانی به خود درست استفاده کرده می‌توانند. آیا همین توجه را که عادلانه گوییم بعد شروع جنگ در اوکراین نسبت آنها پیدا شده است برای تغییرات به کار برده می‌توانند یا نه؟ آیا آنها بحران بیرونه را می توانند بر رشد در آسیای مرکزی روانه کنند، بر رشد همکاری‌های ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی با غرب، چین، ترکیه، کشورهای خلیج؟ به نظر من این وظیفه اساسی کشورها در سال 2024 می باشد. کشورهایی که دست و پا گم کرده نمی‌دانند با این توجه چیکار کنند. تیمور اومروف وضعیت کنونی را یک شانس مینامد که میتواند در صورت استفاده درست باعث افزایش سرمایه به اقتصاد کشورها و بهتر کردن سطح زندگی 58 میلیون اهالی منطقه آسیای مرکزی گردد اگر از کروپسیا و مدیریت نادرست پیشگیری شود. برمیگردیم به تاجیکستان. در تعطیل زمستانه مکتبچه ها، نورسان و خردسالان را در کلاب برای تماشای یک نمایشنامه کودکانه به تئاتر دعوت کردند. در چند سال اخیر این بار اول است که برای کودکان در کلاب نمایشنامه مخصوص بچگانه پیشنهاد می شود. سالهای اخیر تئاتر تاجیک مخصوصا در مضافات بیننده ندارد و هدف جلب نورسان و خردسالان به تئاتر بوده است. با محمود جان رحمتزاده می رویم به تئاتر. قهرمانی اساسی نمایش یک دختر نیم یتیم است که آرزوی داشتن یک پلانشت را دارد. این نمایش بر اساس حکایه‌های خبرنگار تاجیک احمد ابراهیم گرفته شده است. رهبریت تئاتر میگوید این نمایشنامه یک هدیه سالینوی برای کودکان کلاب است. تئاتر برای اولین بار در چند سال اخیر یک نمایشنامه کودکانه را برای صحنه خواهند برد. هدف این نمایش جلب کودکان به تئاتر از سن خردی می باشد. طی چند سال اخیر تئاتر تاجیک و مخصوصا در مضافات بیننده ندارد. مسئولان تئاتر میخواهند از این طریق راه را برای خردسالان به سوی تئاتر باز کنند. نمایشنامه خیلی جالب است. من باور دارم که خوانندگانی که اومده از نزدیک این نمایشنامه را میبینند یک با خود پند میگیرند، ذوق میبرند و ذوقشون نسبت تئاتر باز زیاده میگردد. این دومین نمایش بر اساس آثار احمد ابراهیم است که به صحنه تئاتر آمده است. 6 ماه پیش نمایشنامه تاریخی کتان روی صحنه گذاشته شده بود. این نمایشنامه تاریخی در جشنواره پرستو صاحب جایزه گشت. خرسندآور است که تئاتر ما در سال 2023 در فستیوال آزمون پرستو نقش آفریدیم، بهترین جا را سزاوار گشتیم، بهترین اثر تاریخی. هنرمندان تئاتر سیدعلی ولیزاده در این صحنه بیش از 1 ماه تمرین کرده‌اند. هنگام نمایش هنرمندان با نقش خود کودکان را می‌خنداندند. رهبریت تئاتر میگوید که این آخرین نمایش در سال 2023 بوده است. در یک عملیات در مرکز شهر سنت پترزبورگ روسیه قریب 3000 مهاجر را دستگیر کردند. سامانه فنتانکا نوشت که در سند 600 مهاجر کمبودی یافتند و احتمال زیاده از 100 نفر آنها را از روسیه بیرانند. با گزارش رسانه‌های روسی به غیر از سنت پترزبورگ شب سال نو در شهرهای دیگر روسیه از جمله در مسکو نیز عملیات ضد مهاجران گذشت. در چلیابینسک نسبت به یک گروه از مهاجران با اتهام حمله به اشتراکداران عملیات مخصوص نظامی پرونده باز شده است. به اطلاع کمیته تفتیشاتی شهروندان خارجی شب سال نو با 2 نظامی مناقشه کردند. برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از شما بیننده عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی در خدمت شماست. اگر خبر یا عکس و نواری دارید برای ما فرستید. تا ملاقات دیگر خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.